مادرها هیچ موقع نمیرن، مادرها همیشه زنده‌ان. برای اینکه احساس میکنم مادر اصلا مخلوق نیست که بمیره، مخلوق نیست، خالقه. مادر خالق عشقه، خالق مهربونیه، خالق عطوفته. لذا اینها به افتخار مادرهای کشورم دست بزنیم برای همشون. آره خوشی هممون مادر داریم دیگه. ببینید جمله حالا اصلش اینجاست دیگه. من عاشق شعرم، عاشق سعدی ام، عاشق حافظم، عاشق شهریارم. به خصوص اون، ببخشید که اشکتون رو در آوردم، معذرت بخوام. من یارمین گاسدی سن ایلن سنه چای دل میشن. شعر شهریار نسبت به همسرش که مادر وفادارترین و فداکارترین مادر تاریخ معاصر ایرانه.